آیا افراد را دیدید که در طول هفته پر انرژی، پر فعالیت، پر تحرک می باشد و در هفته بعدی دیگر افسرده، غمگین، ناامید و تمایل به انجام کارهای روزمره خود را ندارد؟ ما در این قسمت اختلال دو قطبی چی هست، علائم و نشانهایش چی می باشد و اختلال قطبی را برایتان توضیح می دهیم. اگر با این افراد سر و کار دارید پس با ما باشید. اختلال دو قطبی یک نوع بیماری روانی هستند که با نوسانات خلقی شدید همراه می باشد که گاه اوقات پر انرژی، پر تحرک، پر فعالیت می باشد و بعضی اوقات دیگر ناامید، افسرده، غمگین و تمایل به انجام کارهای روزانه خود را ندارد. این دوره ممکن چند روز یا حتی چند ماه ادامه پیدا کند و عملکرد روزانه فرد را مختل می کند. اختلال دو قطبی شامل دو دوره می باشد: دوره مانیا و دوره افسردگی. دوره مانیا فرد در آن پر تحرک و انرژی خیلی زیادی دارد و شامل علائم زیر می باشد: یک، خلق و خوی بالا و بیش از حد. 2، احساس سرخوشی خیلی زیاد. 3، خوشبینی غیر واقعی. 4، عصبانیت و تحرک. 5، انرژی خیلی زیاد احساس نیاز به انجام کارهای متعدد. 7، کاهش نیاز به خواب. 8، اعتماد به نفس خیلی زیاد. 9، صحبت کردن خیلی زیاد. 10، رفتارهای پرخطر مانند رانندگی خطرناک. 11، حواس پرتی و پریش افکار، حواسش پرت میشه. و 12، تصمیم گیری های ناگهانی، مثلا در یک جای نشسته و تصمیم غیر منتظره یا ناگهانی می. در دوره افسردگی که علائم شامل موارد زیر می باشد: 1، غمگینی مداوم داره. 2، احساس ناامیدی داره. 3، احساس بی‌ارزشی یا گناه داره. 4، کمبود انرژی داره. 5، خستگی خیلی شدید داره. 6، از دست دادن علاقه. 7، مشکلات در خواب. 8، تغییر در اشتها به وجود می آید. 9، دشواری در تمرکز. 10، افکار خودکشی در سر خود می پروراند. علت این اختلال دو قطبی هنوز هم نامعلوم است، اما می توانیم چند علت ها را بگوییم. یک، علت ژنتیک می تواند داشته باشد. اگر یک از والدین اختلال دو قطبی داشته باشد، احتمال آن که مبتلا بگردد 10 برابر می باشد. و دیگر تغییراتی در سطح مغز می تواند باشد: سطح دوپامین یا سروتونین می تواند. اگر اینها در سطح مغز زیاد یا کاهش پیدا کند، می تواند این اختلال را به وجود بیاورد. و دیگر استرس های خیلی شدید و تجربیات سختی کودکی می تواند این اختلال را به وجود بیاورد. کسانی که یک از عزیزان خود را از دست داده هم می تواند این اختلال را به وجود بیاورد.